بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام مردم، هم نفسای نازنین و دوست داشتنی برنامه یاد خدا از شبکه قرآن و معارف سیما که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین تا اینجای ماه ربیع الاول به شما خوش گذشته باشه. از این به بعد بیشتر به حق نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله اللهم آمین. خیلی ممنونم که وقت میگذارید تا پایان این نوبت از مجموعه برنامه یاد خدا رو با چشمای مهربونتون همراهی میفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونطور که ملاحظه میفرمایید ما همچنان خدمت امامزاده موسی مبرقع فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه علیه السلام هستیم با افتخار، و اینکه کنار ضریح مطهر امامزاده موسی مبرقع ضریح چشم نواز دیگری هم هستش که ضریح مطهر 40 نفر از نوادگان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، مخصوصا امام هادی و امام جواد علیهم السلام هستند. و کسی که اینجا میاد امامزاده موسی مبرقع رو زیارت میکنه خواه ناخواه 40 امامزاده واجب التعظیم دیگر رو هم یک جا زیارت میکنه که این توفیق رفیق حقیر و همکارانم شده در برنامه یاد خدا که این روزها ما نایب الزیر شما باشیم. انشاءالله که خیلی زود شما هم پاتون باز بشه به این امامزاده، در واقع امامزادگان با صفا در حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع علیه السلام. اجازه بدید خدمت استاد عزیزم استاد تحریری سلام و خیر مقدم عرض بکنم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. خوشحالیم از زیارت مجددتون. بنده هم همچنین خدمت شما از ارادت دارم و همه بینندگان عزیز که در جوار این امامزادگان انشاءالله از برکات این اولیا و دعاهاشون ما بهره مند بشیم که به هر حال این معارفی که بازگو میشه به نوعی از برکات وجودی این امامزادگان است که به هر حال با یک زحمت‌هایی، با تحمل رنج‌هایی به این نقاط محبین اهل بیت هر حال به نوعی آمدند و پناهنده شدند و مؤمنین از ایشان پذیرایی کردند و ما هم توفیق زیارت و در جوارشون بودن رو پیدا کرد. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. مثلا امامزاده موسی مبرقع در واقع همه سادات رضوی و تقوی و نقوی و برقعی و اینا که من شنیدم جدشون میشه ایشون دیگه، یعنی از طریق ایشون میرسن به امام رضا و اینها. به خاطر همینم از عراق و پاکستان و هندوستان سادات از جاهای کشورهای مختلف میان برای عرض ارادت به محضر ایشان و زیارتشون. الحمدلله که این توفیق تشرف نصیب ما هم شد. خب استاد عزیزم استاد تحریری، ما از روز اول ربیع الاول شروع کردیم محضر شما از وجود نازنین حضرت رحمتا للعالمین شنیدیم و کام دلمون شیرین شد. ذیل آیه 4 سوره مبارکه قلم انک لعلی خلق عظیم که شما اون تأکیدات این حروف به حروف این آیه رو هم فرمودید که همه حاکی از اینه که یک اتفاق بزرگی است، یک پدیده بزرگی است، اخلاق پیامبر عظیم و شأن اسلام. نکاتی رو فرمودید در ادامه ما سراپا گوشیم میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به هر حال در ذیل این آیه شریفه مباحث بسیار زیادی رو میتوان مطرح کرد. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله ادب نبیه، خدای متعال پیامبرش را تأدیب کرد. بعدش به اون بالاترین درجه ادب در برابر خدای متعال قرار گرفت و این آیه رو نازل کرد. در ذیل این آیه روایات متعددی از امام صادق علیه السلام آمده است که گاهی به طور کلی اون فضائل بسیار والای اون حضرت رو بیان کردن، گاهی هم بعضی از
فضایل جزئی رو در ذیل این آیه شریفه مطرح کردن که به هر حال این اخلاق رو عرض کردیم در اصطلاح قرآن و اصطلاح وسیع روایات ابعاد مختلفی رو، اون نحوه شکلگیری وجودی شخص رو در اون کاربرد عام اخلاق و خلق به کار به هر حال گرفته میشه و در مرحله اول به اون جنبه‌های بینشی اطلاق میشه، به اون جنبه‌های ایمانی اطلاق میشه که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بالاترین مرتبه معرفت به ذات اقدس الهی رو به هر حال پیدا کرد. از این نظر اینکه اون حضرت اشرف همه انبیا علیهم السلام است، این جهتش چیه؟ این که ما در دعاها بیشتر صلواتی که میفرستیم به هر حال با تعبیرات بسیار بالایی، افضل و اکثر و امثال این تعبیرات که اون رحمتی که بر همه بندگان خالصت میفرستی بر پیامبر بفرست. این جهت اولیه و اصلیش همون بالاترین درجه قربی است که اون حضرت به درگاه الهی قرار پیدا کردند و شاخص شدند برای هر حال تمییز اون مرتبه بینشی و ایمانی دیگران و محک شدند. لذا در آیات قرآنی که میفهمند که در دو سه جا در قرآن کریم میفهمند که شما را ما شاهد بر دیگران قرار دادیم و پیامبر رو شاهد بر شما، این ملاک شاهد بودن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اون احاطه وجودی اون حضرت است. اگرچه از جهت به هر حال این عالمی آخرین پیامبر الهی است که فرستاده شده، اما از جهت معنوی و مرتبه قرب بالاترین مرتبه رو این پیامبر به هر حال طی کردن و حکمت تدریجی بودن ادیان الهی و رسالت ها هم به همین صورته که خب به صورت طبیعی انسان های اولیه اون مرتبه به هر حال درک معارف و اینها رو نداشتن، از یک بساطت درک، از یک بساطت انتخاب اینها برخوردار بودن. لذا تا قبل از حضرت نوح علیه السلام ما شریعتی کتاب آسمانی نداشتیم. انبیا علیه السلام بودن از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت نوح که حضرت نوح رو پدر دوم این نسل به هر حال بیان میکنند. بعد از طوفانی که آمد و به هر حال عده‌ای که سرسختی داشتن در برابر حضرت نوح علیه السلام اونها به هر حال هلاک شدن. بعد از اتمام حجت و اینها به هر حال نسلی که باقی موند حضرت نوح رو پدر دوم این نسل معرفی میکنن. از حضرت نوح علیه السلام کتاب‌های آسمانی نازل شد که نام کتاب حضرت نوح نیامده، اما برای حضرت ابراهیم، حضرت موسی و عیسی و نبی اکرم صلی الله علیه و آله اسمش در قرآن کریم به هر حال آمده. برای حضرت ابراهیم هم صحف آمده، صحف ابراهیم و موسی. به هر حال این تدریجی بودن ارسال رسول، لقد ارسلنا رسولنا تترا قرآن کریم هم بیان میکنه، این جهتش اینه که
از جهت زمانی این امت قابلیت برای درک بالاترین به هر حال ارتباط با عالم غیب رو داره. لذا پیامبرش باید از این جهت بالاترین مرتبه درک رو نسبت به ذات اقدس الهی داشته باشه. یعنی متناسب با اون رشد عقلانی و معرفتی و ظرفیت‌های انسان در طول تاریخ، پیامبران هم رو به تکامل هستند تا میرسن دیگه به اشرف الانبیا. اشرف الانبیا که نهایت به هر حال کمال علمی و معرفتی رو میتوانند تو این به هر حال امت در این زمان که بعضی آخر زمان رو به زمان پیامبر رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله تعبیر کردن. آنچه خوبان همه دارند او یک جا داره. او یک جا داشتنش به چه جهته؟ قرار زمینه که هم از جهت معرفتی به بالاترین درجه معرفت رسیدن که اون اخلاق ایمانی میشه و هم از جهت اتصاف به فضائل بالاترین به حال فضائل رو دارا شدن. لذا ملاحظه میکنیم در قرآن کریم این فضائل با عناوین مختلف آمده: اسلام، ایمان و احسان و اخبات و مخلصین، صالحین. در همه این عناوین که اون درجات کمالی معنوی رو دلالت میکنه، نبی اکرم صلی الله علیه و آله به بالاترین درجهش نائل شدن. خیلی خوب. اجازه میدین یه فاصله بگیریم؟ تو این فاصله هم مجلسمون و دهانمون رو معطر کنیم به اون شریفترین ذکر، دعای مستجاب دیگه. شمس جمال اون آقایی که فرمودن آنچه خوبان همه دارن او یک جا دارد، خیر خلق الله رحمتا للعالمین. یه صلوات بفرستین بریم برگرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمودن صلوات شما بر من نوری در قبر، نوری بر صراط و نوری در بهشت برای شما خواهد بود. بنابراین خوبه بازم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه ربیع الاول ماه صلوات دیگه. هرچی صلوات بیشتر بفرستیم بهتره، ماهی که پیامبر مهربانمون متولد شدن. آقا سراپا گوشیم. بله، به هر حال این صلوات ها موجب ترفیع درجه خود ماست. عجب. بله، که در دعاها هم آمده، در دعای صحیفه سجادی هم آمده که صلاتن تنال بهی ترفع بهی درجتون. و از این تعبیرات به هر حال آمده. یه نکته فخر رازی در ذیل این آیه شریفه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا بیان میکنه که این ذوی القربا جز امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام نیستند، چون آل البیت باید کسانی باشن که بیشترین جایگاه رو نزد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داشته باشن. اما هم میدانیم همه، خب هم اهل سنت هم شیعه، این رو قبول دارن که محبوب ترین افراد نزد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت علی و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام بودن. عملا و قولا این نشون داده شده و یکی از جنبه‌های فضیلت رو این بیان میکنه که ما در بالاترین عمل که نمازه، که اظهار خضوع به درگاه ذات اقدس الهی است، ما دعایی در نماز میکنیم و این دعا بر آل محمد است که همه طوائف مسلمانان گفتن تو تشهد، چه نماز 2 رکعتی، چه 3 رکعتی، چه 4 رکعتی، صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. و این دعا بالاترین فضیلت است. قرازم یکی از حال جنبه های فضیلت صلوات است که در این رابطه روایات بسیار است. بعضی کتاب در این رابطه در حال
نوشتن. یه بار دیگه بگیم پس ذکر صلوات یه بار دیگه بگیم. بر خدا فرمود آدم مشتاق‌تر ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. که به هر حال این صلوا علیه این امره که نوعا اصولیین و فقها و اینها میگن امر داره بر وجوب میکنه. لذا این صلوات واجبه. منتها در روایات ما اهل سنت هم گفتن صلوات دنبالیده نفرست. سوال کردن صلوات دنبالیده چیه؟ حضرت فرمودن که آل رو شما در صلوات نگی. اینو نگی میشه دنبالیده، میشه ابتر. اون صلوات نیست، چون باید ما روایات رو با آیات معنا بکنیم. خود اهل سنت هم این کار رو انجام میدن، منتها اینها آل رو نمیارن. به هر حال غرضم اینه که قرآن کریم هم این رو بیان میکنه که اول صلوات فرستنده خداست، بعد ملائکه، بعدش هم به ما فرمودن که شماست. و یک عملی است که خود پیامبر هم بهش واجبه که این عمل رو انجام بده. عجب. بله، خود ائمه علیهم السلام هم واجب است که این صلوات رو بفرستند. آره دیگه. بله. طبق آیه است و در نماز هم خود اینها به هر حال صلوات میفرستند. بنابراین این فقط عمل ما نیست، اینم جز این فضائل ها. بله. بحث ربیع الاول که بهار صلوات است و بهار توجه به فضائل گوناگون نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. غرضم اینه که در قرآن کریم ما وقتی که ملاحظه بکنیم به نوعی قرآن کریم همه‌اش بیان شخصیت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است در مرحله اول. چون به هر حال اولین کسی که دعوت به خدا میکنه خودشه دیگه. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بنابراین ما خیلی نباید از قرآن جدا بشیم، چون شبکه قرآن بحثم یاد خداست و خودشون هم فرمودن ذکرنا من ذکر الله، یاد ما از یاد خداست. و اینا مظاهر صفات جمال و جلال الهی هستند و همه انبیا و همه ائمه علیهم السلام به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به هر حال موظف بودن که هم معرفت داشته باشن و هم اظهار خضوع بکنن. به هر حال دو نام از نام‌های شریف اون حضرت در قرآن آمده، یکی محمد، یکی احمد، که امام صادق علیه السلام در عظمت حتی نام ظاهری اون حضرت که ما باید این رو قدر بدانیم. وقتی که میشنیدن که طرف نام فرزندش محمد گذاشته، از اون فرمان محمد محمد محمد، اینطور تعظیم میکردن تا نزدیک به هر حال سجده به خاک. اینها بیانگر به هر حال جایگاه اون حضرت. غرضم اینه که ما در آیاتی که یه نکته به هر حال معرفتیه که ان شاءالله بینندگان موقع خوندن قرآن با ترجمه و اینها هم توجه داشته باشیم. عمدتاً هر جا قول داره که به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خطاب میکنه، اون بعدش مطالب خاصی داره. اگرچه همه قرآن مطالب خاص الهی، اما این قولها خاص‌تره، اخصه. لذا از بالاترین معارف توحیدی و مقابله با کفار و اینها و مسائل مختلف می‌بینیم که در قرآن کریم در قالب قول آمده که
اینها به نوعی اخلاق پیامبر رو نشون میده. قلزمینه انک لعلی خلق، این خیلی دربسته است. ما باید با این آیات قرآنی، با مراجعه به این آیات قرآنی، این اخلاقها رو بفهمیم، تبیین بکنیم. لذا اخلاق اون حضرت اخلاق توحیدی، این رو باید دقت داشته باشیم، چون در بحث اخلاق رو تقسیم میکنن به حال روش‌های مختلف و اساسی ترین اخلاقی که ما در اسلام داریم اخلاق توحیدی که خدا محوری خلاصش در همه شؤون زندگی باید مورد توجه قرار بگیره. اخلاق توحیدی یعنی این که کوچکترین کاری که انسان انجام میده ربط به خدای متعال داشته باشه، از خوردن، خوابیدن و امثال این مسائل. غرضم اینه که این انک لعلی خلق عظیم باید در همه شؤون زندگی مورد توجه قرار بگیره. ما بررسی بکنیم، این شعبه ای از اون اخلاق عظیم میشه که قرآن کریم به صورت دربسته برای ما بیان فرموده. قربونشون برم. همین خلق عظیمشون، اخلاق عظیمشون باعث شده بود اینقدر جذاب باشن که هر کسیشون رو میدید عاشقشون میشد، از مسلمون و غیر مسلمون، و همه مجذوب و مبهوت این خلق و خوی به قول معروف زیبای پیامبر میشدن و جذبشون میشدن. آقا خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم و حظ بردیم. الهی که به برکت فرمایشات شما خلق و خوی ما بوی گل محمدی بگیره. عوامری ندارین؟ زنده باشین.